سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز اینوست رویال. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز میخوام با من همراه باشید تا منطقه الموج عمان رو بررسی کنیم. یه منطقه فوق العاده جذاب برای خریدارها که محبوب ترین منطقه عمان از نظر خرید ملک هستش. چرا؟ چون که ساخته شده و یک منطقه مسکونی، تفریحی و توریستی هستش. این منطقه جزو یکی از مناطق ITC عمان هست که خارجی‌ها میتونن میکرو با مالکیت 100% توی این منطقه خریداری بکنن و تنوع املاکی که توی این منطقه هست این منطقه رو به یکی از محبوب ترین مناطق تبدیل کرد. اگر بخوایم منطقه رو اول با امکانات تفریحیش بررسی بکنیم، این منطقه اول از همه خیابون‌های خیلی جذابی داره و این خیابون‌ها با سبک خیابون‌های خلیجی یا همون مثل جنوب ایران خودمون طراحی شده و سراسر خیابون‌ها پر از درخت‌های نخل و گل‌های کاغذی هستش که فوق‌العاده این منطقه رو به منطقه زیبایی تبدیل کرده. از نظر بحث امکانات تفریحی، خب این شهرک یک قسمت مارینا داره که چسبیده به دریا و وصل میشه به دریا، که توی این قسمت مارینا شما تمام تفریحات آبی رو مثل رستوران‌های شناور روی آب، مثل برای مثال جت اسکی، مثل قایق‌های تفریحی میتونید داشته باشید و چه تفریحاتی برای بحث روز و چه تفریحاتی برای تفریحات شبانه میتونید توی این منطقه تجربه کنید. و خیلی از توریستایی که میان توی این منطقه خیلی عاشق خرید خونه توی این منطقه میشن به خاطر همین تفریحاتی که داره. و این شهرک 2 هتل بین المللی هم داره که یک هتل 4 ستاره میسک هست و یک هتل 5 ستاره کمپینسکی هستش که یکی از بهترین هتل‌های 5 ستاره شهر مسقط به حساب میاد. خب بعد از این موارد که موارد تفریحی به حساب میان، سریع میریم سراغ موارد مسکونی و اصطلاحاً آپارتمان ها و ویلای ها. بخش های مختلف الموج رو ما اگر بخوایم بررسی بکنیم و وارد جزئیات کاملش بشیم، خب خیلی خیلی جزئیات مختلفی داره، ولی ما دیگه میشه گفت به ترتیب قیمت بخوایم بررسی بکنیم، اول از همه آپارتمان های قدیمی ساخت هستن مثل المیره، مثل لیوان و موارد مختلف. اینا اسمای مناطقی هستش و آپارتمان هایی هستش که دارم خدمت شما میگم، مثل آپارتمان های مارسا. اینها همه توی بخش الموج هست که هر کدومشون 1-2 تا حداقل آپارتمان رو داره که به عنوان مثلا مارسای 1، مارسای 2 به حساب میان، به این شکل اسم گذاری میشن. و داخل اینها معمولا واحدهای 1 خواب هست، واحدهای 2 خواب هست و واحدهای 3 خواب هست. الموج واحد استودیو نداره اصلا، اینو در نظر داشته باشیم و از 1 خواب آپارتمان ها شروع میشه به بالا. بعد از این میایم سراغ واحدهای آپارتمانی دیگه، مثلا برای مثال واحدهای مارسا گاردن. مارسا گاردن یه مقدار جدیدتر از بقیه هست، به خاطر همین الان نه اونقدری قدیمی هستش که فرسوده شده باشه یا برای مثال از نظر ارزش قیمت خیلی افت کرده باشه، نه اینکه خیلی جدیده که گرون باشه و اصطلاحاً اون به اصطلاح مبلغش مبلغ مازادی باشه. به صورت متعادل و استاندارد هستش قیمتش. امکاناتش هم تمام امکانات رو داره، مثل استخر، مثل باشگاه، تمام امکانات رو مارسا گاردن داره داخل الموج. بعد از مارسا گاردن میشه گفت دیگه باید وارد آپارتمان های لوکستر بشیم و آپارتمان های جدیدتر مثل لاگون که سازنده لاگون شرکت داوود هستش توی عمان. لاگون جزء آپارتمان هایی هستش که لابی داره، آپارتمانی هستش که باشگاه داره، استخر داره، استخر سرباز داره و استخرش رو به دریا هست. بعد از آپارتمان لاگون، آپارتمان جومان 1 و جومان 2 رو داریم که این 2 تا آپارتمان میشه گفت الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم جزو گرونترین آپارتمان های شهر مسقط هستن. جومان 1 قدیمی تر از جومان 2 هست و توی جومان 1 و جومان 2 هم آپارتمان 1 خوابه 2 خوابه پیدا میشه برای فروش. اگر که دوستان خواستن میتونن با ما در ارتباط باشن برای بخش جومان هم به همین شکل. و بعد از جومان پروژه مروج که هنوز راه اندازی نشده، هنوز تحویل داده نشده و قراره تا آخر 2025 حتما تحویل داده بشه، پروژه مروج رو داریم. و بعد از اون دیگه وارد بخش ویلایی میشیم. توی بخش ویلایی اول از همه تاون هاوس های کنار خیابون هست. یه سری تاون هاوس های کوچیک کوچیک هستن که به هم
چسبیده هستن اصطلاحاً و این تاون هاوس ها از 2 طبقه تا 3 طبقه هست و کسایی که بخوان یک تاون هاوس قیمت مناسب بخرن، این تاون هاوس ها موقعیت خوبی داره، هم کنار خیابونه ولی خب قدیمی تر از همه هستن. از نظر قیمتی هم از 130-140 هزار ریال شروع میشه به بالا و بسته به متراژش خب مختلفه. بابت نقشه کشی این تاون هاوس ها یه سری ایراد میگیرن، چون که تاون هاوس ها خیلی مستطیل و حالت تونلوار ساخته شده اینجوری به شما و یه حیاط کوچیک هم داره، 2 طبقه 3 طبقه هستن معمولا و پارکینگ زیر خود تاون هاوس رو هم دارن. هر کسی این تاون هاوس ها رو بخره حداقل یه 15-20 هزار ریال باید هزینه بکنه و اینها رو به روز بکنه و یه مقدار دکوراسیونشون تغییر بده، به روز رسانیشون بکنه. به خاطر همین ارزش خرید هم میشه گفت داره. بعد از تاون هاوس های مثل ریحان هستش که تاون هاوس های ریحان یه مقدار تاون هاوس های زیباتری از نظر بحث ساخت و جدیدتر هستن، همچنین یه مقدار خصوصی ترن دیگه، کنار خیابون نیستن، توی بخش خصوصی ساخته شده که این تاون هاوس ها رو خیلی جذابش کرده برای خریدار. بعد از اینها دیگه میریم سراغ ویلایی ها دیگه به هم چسبیده نیستن، از هم مجزا هستن و متراژشون هم خب طبیعتا بالاتر، قیمتاشون هم دیگه از تقریبا 30-40% تاون هاوس به بالا شروع میشه و من تمام اینها رو آخر ویدیو قیمت ها رو میگم. همیشه آخر ویدیو رو دنبال داشته باشید که این قیمت ها رو به اصطلاح اطلاعاتش رو داشته باشید. ویلایی ها توی عمان ویلایی های کوچیک ما داریم، ویلایی های بزرگ داریم. ویلایی های بزرگ دیگه میره تا منطقه جینان، جزیره جینان یا جینان آیلند رو داریم که ویلایی های خیلی بزرگی هستن توی عمان از نظر بحث متراژ و خب قیمت هاشون هم قیمت های زیادی هست، یعنی از 600-700 هزار ریال شروع میشه به بالا، ولی خب کنار اصطلاحاً اون رودخونه به دریاچه هستن. دید خوبی داره، دید زیبایی داره و دیگه بعد از اینها دیگه میشه زونیرا هم کنار دریا هستش، لب دریا هست، خط یک ساحلی هست و زونیرا هم جزء ویلایه‌های گرون قیمت هستن که تقریبا از 1.5-1.6 میلیون شروع میشه به بالا از نظر بحث قیمت. یک بخشی رو ما داریم توی الموج به نام هتل سنت ریجس که این هتل سنت ریجس هم یکی از هتل‌های 5 ستاره خوب مسقط هست که این هتل بخشی از هتل رو به عنوان آپارتمان هتلینگ با سیستم مدیریت هتلینگ به فروش میرسونن. قیمت‌ها بالا هستش، شارژ ماهیانه هم خب طبیعتاً به خاطر اون شرایط خدماتی که داره بالا هست و ولی خب رو به دریا هست، ویو دریا و سمت این سمتش هم ویو زمین گلف رو داره. یه مقدار سنت ریجس به خاطر همین خاص شده، ولی خب خریدارای خاص خودش رو هم داره دیگه. هر کسی به اصطلاح نمیاد سمت سنت ریجس به خاطر قیمتی که داره، چون با قیمت برای مثال 2 خواب 3 خواب سنت ریجس شما میتونید یه ویلا بخرید، ولی خب خیلی از سیستم مدیریت هتلینگ رو دوست دارن، مخصوصا عرب‌های خلیج فارس. الان خیلی از خریدارها از سمت کویت و قطر اومدن و خریداری کردن، به خاطر همین خب محبوبه بین این اعراب. این هم از بحث هتل سنت ریجس و 2 تا پروژه دیگه هست. پروژه گلف لینکس ما داریم توی الموج و یک پروژه دیگه داریم به نام پروژه آزورا که الان من میخوام یه مقدار در مورد پروژه آزورا به شما توضیح بدم. پروژه آزورا جدیداً پروژه آزورا 1 رونمایی شده و لانچ شده و تمام واحداش تقریبا الان که من دارم با شما صحبت میکنم فروش رفته. خیلی پروژه محبوبی هستش و خیلی خریدار داشت. پروژه آزورا 1 2 تا بیلدینگ هستش که 10 طبقه هستن و این ساختمان ها یک استخر اینفینیتی رو به اقیانوس و رو به دریا رو داره. کنار اینها 2 تا بیلدینگ دیگه داره ساخته میشه به نام آزورای 2 که هنوز لانچ نشده، الان موقعیت خریدش هست، اگر خواستید میتونید با ما در ارتباط باشید در این مورد. و آزورای 2 هم به همون شکل 10 طبقه است و شروع قیمت هاشون هم اگر بخوام بگم از 80,000 ریال حدوداً شروع میشه به بالا واحدهای یک خواب. البته توی آزورای 2 گفتن یه مقدار بالاتر خواهد. و آزورای 3 و 4 هم قراره که در آینده لانچ بشه. 4 تا کلا آزورا هستش که اینها آزورای 4 البته چیزی که گفتن احتمالاً آزورای 4 بس به اصطلاح. خب
این آذوراها خب آذورا به خاطر لوکیشن خاصی که داره، از یک طرف به سمت مارینا و از یک طرف به سمت دریا دید داره که واحدهاشو خیلی خاص کرده، به خاطر همین طرفدار خاص خودش رو داره و به خاطر شرایط ساختی که هست. پارکینگ، خب پارکینگ طبقاتی هستش که داخل خود ساختمان تعبیه شده. از نظر دسترسی هم خب دسترسی جذابی خواهد داشت و لوکیشنش هم همونطور که گفتم لوکیشنی که خط 1 ساحلی هست و 22 واحد ویلایی برای آذورای 1 پایین همین ساختمان ها ساخته شده. این کلیت شهرک الموج بود که میتونستم خدمت شما بگم. از نظر بحث قیمتی، شروع قیمت آپارتمان های قدیمی واحد های 1 خوابش از 85,000 ریال، واحد های 2 خوابش تقریبا از 125,000 130,000 ریال به بالا. واحد های آپارتمانی جدید مثل مارسا گاردن واحد های 2 خوابش دیگه تقریبا از 150,000 ریال به بالا. جومان تقریبا از 180 190,000 ریال به بالا هست، چون جومان واقعا پروژه لوکسی هست و پروژه لاگون همینطور. لاگون مثلا 1 خواب آشوی 95 90,000 ریال بعضا شاید گیر بیاد و 2 خوابه هاش تقریبا از 140-50,000 ریال به بالا هست. این کلیت واحدهای به اصطلاح الموج هستش که من میتونم به شما بگم. از نظر بحث تاون هاوس های کنار خیابون 140-50,000 ریال به بالا، تاون هاوس های ریحان از 200 تقریبا 75-280,000 ریال به بالا شروع میشه و اینو در نظر داشته باشید دوستان. کسانی که میخوان ملک آماده بخرن حتما باید نقد خرید بکنن. یعنی 99% معاملاتی که توی عمان انجام میشه برای ملک های آماده همه نقد هستن و تقریبا میشه گفت واحدی به صورت اقساطی وجود نداره، مگر اینکه خود مالک بخواد اقساطی بفروشه که اصلا همچین کاری ما پیشنهاد میکنیم کسی انجام نده. چرا؟ چون تا زمانی که شما پرداختیتون تکمیل نشه مالک اجازه انتقال سند رو به شما نداره و این کار چیزی جز سردرد برای شما و ما نخواهد داشت و فقط استرس خواهد بود. توی اون زمان هر اتفاقی برای خریدار یا فروشنده بیفته خب اون معامله تحت تاثیر اون اتفاق قرار میگیره و واقعا دردسرساز میشه. خاطر همین سعی کنید شسته رفته معامله انجام بشه و معامله رو به صورت نقد خرید بکنید، همون زمان پول هم پرداخت بکنید و همون زمان هم سند رو به نام خودتون بزنید. این دیگه میشه گفت راهنمایی هستش که ما در خدمت شما هستیم. اگر هر سوالی بود، هر ابهامی بود، حتما با بنده در ارتباط باشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. روز خوش، خدا نگهدار.